من لایق شرعلی خواننده صنف شیبه لیسه دولتی رقم 1 شهر باختر در ولایت خلدام هستم که در اینجا یک چند اشعار را ساختم که همه آنها محصول دستان خود من میباشند. اسباب اولین من این چنگکشک است و دوم شمالجیک، اسبابی که علف می‌درود، کشتی و اسبابی که هم روشنی می‌دهد و هم موسیقی می‌خواند. اسباب اولین من این چنگکشک است که وی می‌تواند که چنگ و غبار خانه و معده‌های یگان دانه را به خود کشد و وی از یک محرک از اسباب پلاستیکی و کم تور و میخچه نیز عبارت است. طرز کارکنی وی چنین است. و برای گرفتن اشیاء که چنگکشک به خود گرفته است، برای ترزن کردن آن تنها این را شده پرتاف‌هایمان را میگیریم. و اسباب دومی من این شمالجیک است که وی را ما بیشتر در فصل تابستان یعنی در گرمی استفاده میبریم که به ما شمال دهد و ما سرخین شود و وی از دو قوه دهنده، یک محرک و یک تکمچه عبارت است و طرز کارکنی وی چنین است. چنین اشیاء را ما میتوانیم بیشتر در فصل تابستان استفاده بریم. اسباب سوم من این اسباب است که علف را میدهد که بیشتر به دهقان لازم میآید و من حاضر این را مکتش ساختم که هنگامی مثلا کاریدن یگان سبزوات در بین آنها اگر یگان رستنی ضرررسان که به رستنی‌های دیگر ضرر می‌رساند، ما می‌توانیم از این استفاده بریم که و علف‌های بیگانه را می‌تواند که تازه نماید و طرز کارکنی آن چنین است. و بجای این اسباب ها ما میتوانیم که کارچه هایی که علف را میدارند و تیز هستند بجای آن میتوانیم که گذاریم. و اسباب چهارم من این کشتی است که در اصلا سببی که در جمهوری تاجیکستان آب هم بیشتر هم باشد اما در آنجا بیشتر قایق‌ها نیز موجودند و من میخواهم که برای آباد و زیباتر گرداندن کشور خود در دریاها و در دریاهای تاجیکستان هر گونه کشتی ها را سازم که هنگامی که من این کشتی را مکتش را ساختم و وی میتواند هنگامی کار نکردن محرک به واسطه شمال نیز حرکت کند و این چنین من این مکت را چنین ساختم که حرکت کشتی ها آنقدر سخت هم نباشند ولی کم سست هستند و برای همین من هم چقدر قوه‌ای که محرک میدهد به مثل کشتی میتواند که حرکت نماید و هنگامی که ما آن را در آب میگذاریم و تکمچه را پخش میکنیم در اینجا محرک به کار میدراید که وی میتواند شمال دهد و قوه کشتی را به پیش کشد و شمال را به عقب دهد. برای همین وی میتواند به کار درآید و سمت حرکتش را معین نماید و ما در جمهوری تاجیکستان خود میتوانیم چنین کشتی های کلان را سازیم. اسباب پنجم من این اسباب است که در تاریکی میتواند به ما روشنی دهد. این چنین وی میتواند که موسیقی خواند و من در آینده مقصد دارم که با واسطه شمال حاصل کردن قوه برق را نیز سازم و این مقصد من در آینده است. همین چنگکشکی که شما پیشنهاد کردین داخل شما کی پیشنهاد کرد؟ که مثلا باکلاشka مثلا ساخته شد چی پلاستیکی ساخته دم را کی شما پیشنهاد کرد؟ اما مکت چه کی شما ساخته داد؟ یا خودتون ساخته؟ یا از یگان تلویزیون دیدی چی ما میچره مثلا؟ من این را و فکری خودتون بود که خیلی مثلا باکلاشka را بردید سید کم ماندید مثلا در داخلش مثلا محرک نصب کردید محرک الکتریکی. هنگامی که من اول این اشیا را ساختم و
این جایهای آنها را سوراخ نکردم که هنگامی که من وی را گریان میکردم و شما را به خود نمیکشید و به پیش میداد که هر گونه پرتوفا از نظرم دور میشدن و برای همین شما را به عقیب گرداندن. عقیب این اشیا را من سوراخی کردم تا که همین محرک شما را به عقیب کشد و پرتوفا نیست بیایم. تشکر. شما الا خواننده صنف 6 هستید. همه محصولات تهیه کردگی خود شما، ساختگی خود شما فقط به فن فیزیک نزدیک است. شما فیزیک نمیخونید. از سال صنف 7 از سال دیگر فیزیک میخونید و بسیار به فن فیزیک تعلق دارد. بعد در آنجا معلم یاری میدهد، باز دیگر چیزا هم ساختنتون ممکن. موفقیت به شما.